و جای اکبرپور رو پر میکنه فرهاد. از این لحظه در ترکیب تیم استقلال قرار میگیره. جباری سانتروی دروازه، یه ضربه سر، فرصت برای تیم استقلال. مجیدی و توی دروازه گل برای تیم استقلال. نرفته تو، گل زد. گل برای تیم استقلال و خیلی عجیبه. فرهاد مجیدی همون نیومده گل برتری استقلال رو میزنه روی ضعف تیم راهن که در این صحنه در اینجا مجیدی خوشو بش میکنه با علی دایی. چند ثانیه بعد اینجوری میره به درون منطقه جریمه. محمد محمدی رو ببینید که چیکار کرد. توپو در اختیار مجیدی قرار میده.